تا الان فکر می‌کردم این لباسه ولی نگو پوست تنت بود که اینقدر میشکنه. راست میگی یا تو لخت پشم خودم حواسم نبود. راست میگی. سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به قسمت دوم الدن رینگ. لوین بدبخت رو داریم و امیر خفن. اون غوله چیه؟ غول؟ غول به نظر اون غول حساب نمیشه؟ تروله بابا. بکشیمش؟ میتونیم بکشیمش؟ کار نداره کشتنش که. خب پس بیا بکشیمش. فقط یکم توضیح بده، جا خالی ما خالی. اوکی، بذار من دستمو خالی کنم. بدبختو. اوه بلند شد. اینجوری نه. نه. بدون سوس فلست بخوریم. آها سکو. اینجوری نه. دستش حواسش به توه، من میزنمش. چقدر یوبسه لوین موجوده. لوین زیرشی. بله گیر کردم توش. مرد دستش. واه چقدر ایکس پی داد. چقدر بود؟ چرا به من البته ایکس پی نه بکنم 1000 تا؟ 1300 نه 1300 400 تا قشنگ داد. بذار فعلا بریم دو تا دونه قاری که پیدا کردم رو بزنیم. بریم اسب رو بکشیم. چی؟ نه بیا بریم اول تو قارا باید باس باشه، درسته؟ چون یه قارا رفتم به نظر میومد تهش باس باشه. پس اینجا آیتم هست اما دست بردارم. بابا دست خالی ندارم. با آتیش میمیره. اوه یه جای لاک پشت واسم دراب کرد. نک گردن لاک پشت. بله اینجا یه چیزیه. اینجا فکر کنم بونفایره. نه بون نوره درخشان رو زمینه. به نظر میاد یه روحی چیزیه. بیا صدای چیه میاد؟ ببین نکنه باسه. اونه من تو ویدیو خودم دیدم، نمیدونم چیه. هستم چه میچرخه. بذار دمیج بدیم بهش. نمیشه چیکار. شاید درست نباشه دیگه نامریه رو دمیج بدیم. اون انتها یه چیزیه لوین. بیا واقعا میشد دمیج داد. اشراف وار داد. بیا دیدی حالا. لوین دمیج میده لوین. امیر اشراف وار رو تو گرفتی یا نه؟ آره گرفتم بابا. بیا این دمیج میده. افتاد دنبالم. اینجا بینم. اوه داد. خبری نیست. موندم بودا. آیتم نمیده؟ داداش موجود به این گندگی و کش. خب بریم اونجا چی دراب شده. اونجا دراب شده بود من برداشتم. میگم چرا چی اونجا نیست. Spirit of White Flesh. گوشت روح سفید. بیا اومده. اوه نه پشما. این چیه؟ سبزه چیه؟ عجب میمونه. واه چه دمیجی دادی ماشا. جالبه آخه. عجق دیگه. گنده شون. این چرا چشاش رنگی بود. سوال خوبیه. مرسی. من دوست دارم یه سلاح داشته باشم که از سپرها رد شه. جدی میگم. بعدی یه گنده شون هست. این بوتک داره. بمیر گوز مسئولی. استیرینگ داره. نخ وایسا من کردم نشدم. خب اینجا باز من اصلا نیاز نبود اونجوری بیام تو پشما. نه خب میدونم تو چون اینطوری بود. تمام کنیم. اوکی تو گرگ میاری؟ آره بیا بریم. اینقدر بذار این کوچیکا بیفتن دنبال این. ما میریم گفتارش میگه. دو تان تازه. گرگا جدی من میگیرم.
اومدم. اوه عالی. ببین افتادم. بابا این کوچولوها رو اصابن. آخ من هیچ خیلی دمیج نمی‌کنم. تیرکمون مرد این باتیش مرد. تیرکمون گشت بابا. هی حرام زاده. از پشت از جلو. حالا یه دونه بذار هیوی بزنم. نه آها نگاه کن بک استپ زدم بهش. نمیرید بابا. عجب بک استپ. منای مسخره. عجب بک استپ باحالی. دوتا چیز داد. یکی یه سوزن داد. یه دونم یه کیفی چیزی بود. اینا رو بکشیم. عروسریایی یه گنده است از اینجا رد نمیشه. بیرون. چه مکان خوش آب و هوایی. از یه منطقه دیگه فکر کنم سر امیر بخشم. آره نه جزیره است. اینجا جزیره است. اینجا بونفایر است. بیا بالاخره این چیه؟ یک زمینه. نکن. نه خبری نیست. بیا نگاه کن. او آیتم فیت آرکنه لوین برای توه. چیه؟ فیت و آرت میخواد. فیت و آرت. کراف ساید کیف. آره گروف ساید کیف. آره من هستم تو نیستی. رفتم یکی بک استپ کنم بیام. رفتم بیرون. خب همینجوری بپریم پایین. نه بازیه مگه. گرگا اومدن. صاحبش اومد. این گرگ سفیده. آره دیگه نیست. همینجوری همه رو کشتن. چرا قوی؟ من بذار از این گوشی بیام پایین شد آیتم باشه اینجا. بیا اینجا کلی گرگ هست که. همین یه آیتم برداشتم. گرگ. ای گرگ ادب پیش بیا همه رو کشتم. باز تو داری نگاه میکنی من میرم تو باز فایت. بیا خودم میکنم. یارو به قوتش برخورد. الان میگه خونه گریه میکنم. من نمیزنم. من قطعه بدم. اوه چی تلیسمن یارو کلم یه غور فیلم درک فقط یه غورش کرد. تلیسمن چیکار میکنه؟ میشه بپوشی مثل رینگ. کجا میشه پوشید حالا؟ ایکویپمنت کجاست؟ تلیسمن. تلیسمن. میشه جای تلیسمن اضافه کرد؟ چطور؟ قاعدتا باید بشید دیگه. من کلا یه تلیسمن دارم. همین منم یه دونه دارم. خب بریم بکشیمش. با اسب میریم. منظورت چیه؟ فکر کنم باید با اسب بریم پیشش دیگه. فکر کنم نمیخوام پیاده. آها اینو میگی؟ شوالیه رو داری میگی؟ آره بابا مرد دیگه تو باس هم حساب نمیشه. باسه. سعی کن. اوکی موفق باشی اگه باس حساب نمیشه. یعنی چی؟ باس که حساب میشه ولی منظورم که رندوم. فکر کنم پیاده بشم خیلی بهتر. من نمیتونم واقعا. اوکی پس من از بالا باش میجنگم تو با. مردم. بازی شدی؟ گفتی باس حساب نمیشه که. جفتمونو با هم کش. خب من نمیفهم با امروز باید اینو بکش. چه ولنکنیه داداش من رونمو میخوام. بلم کن. حالا رونت اساس ندید. میتونی سامن کنی حواست باشه. این راست میگویی لوین جان. گرفتم. باز تو برام نامرئی. نه بابا مرده بودم. بیا سامن کردم. اینجا بینم کسافت. گوه نخوردم. گرگامو همه رو کشت. داره میزنه این. وای چقدر بد میزنه. کشت. نه ببین بزنش. بزن حروم زاده رو. اینو چرا یه دمش بردی. مطمئنی؟ تو کجایی تو الان بردی؟ نه من زیرشم. ببین چیه؟ سپرسا تو نامری برای من.
نه با منم باش میجنگم زیر پاشم الان زیر پاش نیستم ها چقدر آتیشت کم دمیج میده بهش بابا خب اوه شیلش رفلکت کرد این آه از به بابا چه دمیج چه جا خالی دادم آجی واه یه جا خالی تمیز دیگه نیدمانا خیلی مثل اینکه دوستان بکشت آره واقعا به من گیر داده اینه با کجاش منو زد با خون منو زد واه جا خالی رو عشق کردی اصلا نمیدونم داره با کی میجنگه تو اونجا نیستی با من داره میجنگه بابا دمیجت به من نخوره حالا ای بابا من دوست فلسکم تموم شده منم اوزان بده واه جا خالی ها رو نمیبینی ایف لبین چقدر دیگه سوس فلس داری؟ من فلس ندارم اوه مای گاد این پرشش ناوردی بود من مردم فرار میکنم شاید یه بتونم آیتم رو زمین بود نه پشمان ما وای با ابیلیتی خودتو کشت اوه خوردم آقا جان الو وای وای اوه دمیجه رو آخر خوردم بابا رندوم خورد به من فعلا فقط هم داج میدم اوه ندیدی چی رو داج دادم اوه مرده بودم رو همو میبینی این چیزی که آوردم و سامان کردم من دقیقا کنارشم با اسبش منو زده آره نمیر داج بده نه بابا کشت جا خالی میگم منو زد ببین وقتی تو نامری من نمیدونم داره به کی اتک میده ببین جدی اسم میکنم باید یه مقدار دمیجمون بیشتر میبود برای زدنش با هر دمیج 80 تا نمیشه کشت ها تم به تن بیا اینجا ببینم یاد گرفتم ببین چجوری مردی نه ما میتونیم ببین بذار اینو بذاریم برای یه زمانی که حداقل یه اشواقا رو سلام داشته باشم یکم بریم جلو ببین حداقل یه چیز داشته باشم مثلا 3-4 تا اتک بدم با سلاحم یه افکت بلیدینگ بیفته روی انمی متوجهی؟ اوکی مرد خب خیلی عالیه که حداقل یه مقدار دمیج داشته باشم برای نمیشه پشتش اوکی لب اینجا زیر زمین داره خوبه فعلا اینا رو بکشیم یکم اینجاست بیا از این منجلاب تو رو رها کنم به نظر جذاب میاد البته اگر فقط صرفا یه چست توش نباشه پر موشه بیا موشم داره اوه هیچ نگران نباش خبری نیست یه آیتم دراب کرد موشه بس همجا بس در داره گیر کنید خب چست این دقیقا شبیه همونیه که اون موقع رفتیم این چیه؟ اول بازی امیر وای امیر من سامن شدی اوه برو توش یه جای دیگه اسپام میشیم بیا تو همین جایی احتمالاً دانجن نیست دیگه نه بیا من تلپورت شدم بیا تلپورت به یه منطقه تلپورت شدم بیا نیست صندوق توی بازه مپ تو اینجا نیستی
تو بیا توش. بزن رو مپ ببین من کجام. مپو کامل کوچیک کن. کلا نیستی. بذار یه کار کن. من دی سی آن دی سی کن من. بیا عقب. لوین موجوداتش خیلی سفتن لوین. من دارم انیمیشن های تو رو بالای سرم میبینم. نمی‌جام. نصف جونت رفت. یه ضربه نبود 10-20 تا تیر شلیک کردم من. A few moments later. خب من به هر حال آتیش دارم در Hello. اوه پشمام اینجایی. آفرین دقیقا. لوین من خیلی رندوم یو 1000 تا تیر بهم شلیک شدم. مراقب بیا بریم اول سمت راست اینو بکشیم. نمیشه اینا رو کشت یا نکشیم؟ به نظر بیازارم. آیتمشو دزدیدم عصبانی شد. لوین خب عالیه. لوین باز حرکت کن گوزو. ببین چقدر کم دمیج می‌خوره. منو زدی آمنین. آره آتیش مثل اینکه خیلی دمیج میده بهش. لوین ببین آیتمشو برداری عصبانی میشه. حل با تو این مسیر رو پیش میبریم. ببین اون 1000 پایه اینجاست. میبینیش؟ آتیش بزن بهش. از اینجا بزنمش؟ اوکی. خوبه. نه خوبه فعلا بزن. مانم تمام. مانا نداری؟ لوین شلیک کرد. آره همون رو من شلیک کرد. خب اینجا نمیزنه تو. بزن مانا آتیش. منو میزنه. نمیتونم. بابا این گوزوه این که واسطاده اذیت میکنه. نمیدونم. اینجا چیه دیگه؟ بس ببینم. لوین من فکر کنم لوین من سردر غاره به اسفان شدم. بیا اینجا یه بونفایر هست. بیا پیدات کردم. همین مسیری بود که من گفتم میره بیرون. چه جالب. خب چیکار کنی؟ بشین یه بار. جونت هم پرشه. دراگون تمون نبود که نیاز داشتی برای کجا به دست آوردیم؟ ولی بسیار جذابی. 78,000 تا سول داریم. What the؟ چی گفتی؟ من 79,000 تا درون دارم. منم همین تو. چی مرد؟ اوکی استرنت 24-20 باز یکی داره به دمیج میده. چیه؟ از چه جنسی؟ از همون دمیج های اوه شت یکی دیگه هم اونجاست. تشکر. مثلا بیام رونم بردارم مثلا از اینجا بریم. فکر نمی کنم اینجا جای خوبی باشه با اینکه یهو 70,000 تا سول از کجا گرفتیم. خب خیلی بالایی. هم یه بالا مپ داریم هم یه پایین. فکر نکنم ما باید اینجا باشیم. بیا بریم. باشه بابا سگ خورد. برو. چرا دارم نگاه کن. شوالیه ها با این زامبیا درگیرن. آتیشو بزن لوین. به نظرم برو وسطشون هیل بزن. هیل دمیج میده؟ همون هیل دیگه. نه دمیج نمیده. نمیدونم چرا با اونا دفعه پیش دمیج شد. هیل دمیج نمیده. شاید به خاطر تایپ موجود بودنشون بود. که موجودی بودن که مثلا من نظر گوزو. جالب اینا با هم درگیرن. یعنی میخوای بگی یه باس مارسنگی داریم؟ نمیدونم بیا اینجا. یا ابوالفضل. اوکی. یس. شت. جالبه. آقا این بنفشه چیه؟ برو توش. چجوری برم توش؟ What the؟ اومد. اوکی. الان من خوب دمیج می‌خوره. ببین. قدم دمیج نمیزنه. اوکی بابا. بلادلاس بابا دارم آب میوه میخورم عوضی. نه لوین تو باید اکنوشو بگیری.
من تلاشمو میکنم. آخری خورده. سامن کن گرگ سامن کن. من باید جونم اول پر کنم. خبری نیست کشتیمش. باز نه اگه من شدو رو شد کشم نبین. اوه همه روزه. ببین فقط یه سوس لایف واسم مونده. این دست تریپل اتک میده حواست باشه. آها یه آتیش بزن. وای بیا بزن یه اتک. آها واه جهش و چی؟ بلاد هاوند فنگ. بلاد نکنه این افکت بلادر رو داشته باشه شمشیرش. اینونتوری آها ایناهاش افکت داره؟ استرنت 18 میخواد دکستریتی 17. خب بذار من ببینم. فیزیکال دمیج داره کریتیکالش 100. آره بلاد لاس میده بیلدا 55 تا به هر. اوه بلاد لاس شده؟ ابیلیتی شو نکن ولی مثل خودش اتک میدی حالا. آفرین جالبه. اوکی بیا اینجا بینم بریم. بابا امین رو میخواستی بزنی نه منو. بابا چرا رفت رو بوز؟ امین اگه بیلیدش رو پر کنی دمیج گنده ای میزنی ها. من نمیدونم چجوریه که بیلید پر شده. بیلید پر شده یعنی چیز دیگه باید انقدر دمیج بدی تا بیلیدش پر شه. شد فکر کنم. یک دمیج خیلی گنده ای اون میخوره اگه بیلیدش پر شه. آره فکر کنم خورد. من یکم فقط آخه میدونی نمیتونم بشینم بهش دمیج بدم. نشست دیدی؟ استگیرش کردی. میبینی؟ اف میزنم دمیجش زیاد میکنه. ببین فقط برو عقب تو. نه ببین روت من روت شدم. عبدی منو بزن. ببین اومد روت. بیا امیر حرام زاده. خوب پر میشه. اوله پری رو. من باز مانا میخوام. وایسا بیا دارم از اون رو میزنمش. بیا جوش کم امیر من نزنه خدا جونم کم. وای خیلی جونم کمه. لبین بیا استاس ببین لبین نوان. نگهش دار دادم یا مردم. نه یه لحظه گفتم جونش خیلی کمه بکشش. چشم چیز دیگه ای. نه حداقل ایچ میشم اومد. آفرین. نه نبی مرغمش اومد. کشتیمش. پاینداش دیگه زدیم دیگه والا. خب حال به من نداد. هالبرت حکم ببینم به من داد دیگه انشالله. من چرا زنده نمیشم؟ نمیخوره تو نمیتونم باشه. عزیزا آیتم رو داد. آیتم نمی فیت 12 میخواد. فیت میخواد؟ وات؟ فیتم چنده؟ فیتم 8. ببین خیلی سخت لول اپ کردن. الان واقعا خیلی سخته چون کلی لول موفت اونجا به دست آوردیم. خب اینم کشتیم عالی. خب بیا 7400 تا رو به دست آوردم.
بعد شب شد یهو یه قول گنده همون باطنه نیست. همین که الان زدیم کشتیم. نه این نیست بابا. ایناش گوالین همینجوری رندوم میکشیم آره ایشون. کاروانه کو. اینجا یه کاروان بود برای من. اونا داره میاد. گفتشونو میکشیم. نه آخه پشتش آدمه. بیا اول آدم ها رو بکشیم. آره راست میگی. الان رفت. خسته نری بابا. یه جوری جست گرفت. اوه چقدر سلاح قویه لبین. اوه شیپور زد. واه الان حس میکنی قوی شدی جر دادیشون. تو گرفتی آیتم داخلشو؟ آره بازی خودم گرفت. سب کن من این کم زیادی قوی شدی دیگه این انصاف نیست. بابا بیخیال 2 تا ضربه بهش زدی. من که دارم لذت میبرم. ما تحتشو مورد عنایت قرار دادم. خب چی اینا میدن حالا؟ برو در کاروان باز. بده بیاد داداش بده بیاد. گیری تکسش به نظر که آشغاله چون خیلی ساده است. سب کنش از اول زاویه بگیریم. حتما باید با اسب بریم باز. آها پیاده فکر نکنم میشه. از اون برش افتادم. منو هل نده. مرسی که تو منو هل دادی. گرفتم. چی بود؟ ترینز لیلی یه نوع گله. خب بذار منم باید برم نمیفهمم. من دارم میرم پایین. باس فایت لوین. تو اگه با من غری من که آشتیم گله هر شهری عمری کاشتیم مگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم 100,000 بارم. این چیه؟ سوال خوبیه. نه بابا من گیر کردم. نمیتونم ببینم. درست. آفرین ماشاءالله دمیج. خیلی خوبه. آره و اینکه تا الان داشتم بهش دمیج نمیدادم حقیقتا. کله نزد دیگه برادر من. اوه برو کنار. لامرد بخواستم بزنم دمیج آخرش. به این سایت دیگه هورا. سایت آف گریس. خب اینجا باید تاچ گریس. سایت آف گریس چرا؟ مگه دیگه چی قراره در انتظار اون باشه که اینجا سایت آف گریس داره؟ آدم؟ I still want to learn. احتمالا میگه خیلی سخت و فلان و اینا. من 2 تا کتابچه سورسری دارم که میتونم به این بدم. اوی سورسری. دلم بر سورسری تنگ شده. اونا هست یعنی هست اینا. این قول گنده بیشا خودمون بودش که دارم میام. چرا قیب میشه؟ چرا قیب میشه نمیفهمم. من سوال منم هست. نکشه تو را. گو خوردم. خبری نیست. نه خبری هست. خبری هست. نه خبری نیست. پیس.
تجربه من ثابت کرده که توی این مدل نیاز به سپر نداری. میشه این انگوش ازم بگیری؟ بیا. این کوچولوها چی میگن؟ بابا نبین اونا از پشت گفتم اول اینا رو بکشیم. البته بهتون نگفتم، با خودم گفتم بزنیم اینا رو بکشیم که داستان نشه. لبین دارم هیل میکنم ببین مواقع باش. چون جوش کم نمیشه. آها ناکن اسبش داره میمیره. بهتر اسبش بمیره با خودش بزنی. آها افتاد. حالا چی داری که بگی ها؟ نگاه کن. آروم باش نبید. وای تربورش کردیم یارو رو. از عرش افتاد. اینجوریه که آما این چوک تویو نه. وای دیگه داره بد میشه. لبین با یه گوی خورد. اسبشو سامن کرد. گوه خورد. عاشق وقتی هم که باگ میکنه. چه همش چرا آسون باشه؟ جالب شد. بابا ما دیگه اون گنده ها رو زدیم، این که شوخیه. اش ریپیتینگ ترس. حس میکنم وقتی که رو زمین بود و داشتیم چربورش میکردیم اگه میذاشیم اتک بده همچین حرکتی انجام میداد. اینقدر کلوف شدیم که شب میایم بیرون. واو چه خبره؟ خوناش ها من احمق. ناشا؟ خفاشا منو گرفت. بوز به من حمله کرده. واه یعنی جدی بوز به من حمله کرد. آی کرما چرا هلیکوپتری میزنن؟ والا بسیار جذابیه. بذار این بوزو بکشم. احمق بی‌ناموس. انگار زن و بچه‌شو کشتم. بیا. پیداش کردم بیا. من رو نقشه دنبال کنم. بابا این که هلیکوپتره. عوضی. این نیست؟ موجودات فرومایه به در نخوره احمق. دست و پاگیرای به در نخور. چی گرفتی؟ اشتباه شد رفتم نشستم رو بونفایر. منطقیه. تکون نخور منم بیا. نه این بر نیست میخوام رو بونفایر بشینم. ببین این قوچا به آدم حمله میکنه. چه مسخره بازیه. آره بابا چند بار دیدم بین گاوم میان میچرخن هلیکوپتری به سمت. ببین همون بونفایر قبلی نشستی. اینا پیداش کردم اینا. گفتم ممکنه مسیر رو گم کنی بری عقب. اینا پیداش. نه ما از همونجا اومدیم. بذار گریس تو فعال کنم. پشما اینجا دیگه کجاست؟ آره اینم فروشنده. چقدر شبیه. نشستی اینجا؟ آره. خیلی فروشنده نیست بیشتر شوالیه است. ببین فروشنده است. خب چی میگه؟ اوه چقدر اشاوار. اوکی این چه سریع است؟ نوشته نو اسکیل. نه پری که پری نو اسکیل میتونی بندازی بعدن دیگه سپر دستت باشه میتونی از اشافورات هم استفاده کنی. خوبه همینو خریدم. دیگه هم نداره. اشابارم نمیخوام. همین سلاح لژندریم کافیه فعلا برای خودم. فعلا بریم آخرین جایی هم که من علامت گذاری کردم. نه بریم جایی که من میگم. خب اینم بریم بعد بریم باس. اوکی باش.
خب این بری نیست که لوین چرا؟ این بره بیا پشت من بیا من میخوای گالما رو بزنی؟ آره دیگه 4 تا گالم اونجا بودن. اوکی. این گالم نیستن، من ترولم تو بازی. الو تو چرا بی حرکت وایسادی؟ همون کم باگ خوردم ولی اوکی شد. یه لحظه بازی و صدا همه چی فریپ زد. اینجا یه آیتمه لوین، اینجا یه آیتمه. برداریم. ها؟ شاید باید گالما رو بکشیم. انگار شکستنی. حالا بیا گالما رو بزنیم. آخه من دمیج دادم مثلا هیچی نبود. بیا برگرد. فکر کنم امیر وایس فکر کنم فهمیدم. بیا اینجا گالمو بیار اینجا شیت بیار گالم اینو بشکونه. خیلی باهوشی لوین. خیلی باهوشی. بیا گالم حالا بهش بگیم ترول. اوکی دیدی شما. گلشو زد. آره دیگه شکست. آخ اسمیتینگ استون ها خوبه بهتر. بریم باسو بزنیم. بریم برگ اینجا بود دیگه نیست. خب بریم باسو بیاریم. اومد. اوه نایته. بریم ازا سامن کن. اگه نمیرم لوین منم همینطور. خب این قویه. اوش ببین منو جلوی اون گرفت وگر میمردم. سپر کرد منو. آن کرد برای من. اوکی بذار اینو بزنم. نه چیز منو کشت. یکم باید داج بدم فکر کنم. نبید زندم به شغله گروه تو خوب شد. داداش لوسیفر در اومد. آره بازی باش لوسیفر شد. آخ یکم زود پریدم. دومم داره. اجدهاه دراگون نایته. منم اشافور کنم. باشیم اجدهاه کن نزن. بیا انداختم. آخ منم کرد. نه وای منو میکش منو میزد میمونه. هر کیو بزنی میمیره. بیا اینجا جونتو پر کنم. چقدر بابا دومش اینقدر دراز نبود. اوکی لوین بزنش لوین. سلسله‌اش تموم شد. مردی که لوین. بله آفرین لوین. شانس آوردی نخوردی یکی دمیجش. چه؟ در حال رول بودم. اوخ چقدر بد میزنه. مردم بابا بمیر دوباره بیام بابا. بیدم توی زندگی. دوما بپا. برگه منو نه حالا اون زدمی بیا خب دیگه. اگروش رود نمیافته. دوم خوب زدیمش. شاید باورت نشه رو من اگروش نیفته من بهتر میزنم. آره دیگه اگروش تو نیفته تو بهتر میزنم. من با این ابیلیتیم خیلی بیشتر. لوین تو دیگه مردی؟ آره 3 تا ضربه چین زد. فاک چه درازی میشه. آخ خب دیگه الان خودتی و خودت.
عوضی رول ماشاءالله. بیا آماده باش رول ماشاءالله. اوه حسرت دوم. وقتی سپر دیگه نکنیم البته. یه نفر خیلی سخته. آه ما دیگه استاسفلوس ندارم. چی گفتم استاسفلوس خوبه اصلا تکی نمیشه زده. تکی نمیشه زدش. A few moments later. نمیتونی بکنی. این من ریدم سر پس کرده قدم به باباس. ببینید دیگه ببینید نمیتونی ازش کم نکنم. بابا 3 بار پشت سر هم زد اتک داد بس دیگه بذار این کنم. اگروش 3 تا. این باده دمیج هم میده؟ آره به این منظورمه. من مردم. آقا نزن اینقدر اون اسپلاتو دیگه ای بابا. بس دیگه چند تا میزنی؟ حیوان. چقدر داج بدن. ببین این دفعه نکشتیمش بریم اون باس فایت بازی رو بکشیم. اگه اونو اینو نتونیم بزنیم بکشیم برای چی؟ اونو میتونیم بابا. اینو بذار برای چند لول دیگه. اوه دست بازی تو بازی. عوضی خیلی زود اومدی پا. هوش بکنم معلومه که مرد. یه بار نزدیک بود بکشیمش ها. خیلی بعدش دیگه دو بار نزدیک. دو بار تیر داره درست بشون. نه 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 یادین شما بوغ زده. این چرا ابیلیتی زد؟ من باید بزنم. بابا این ناکبک نمیشه. توی کثافت پلش. بمیر کثافت. کجایی لوین؟ دارم میچرخم به همشونو میکشم. منم درگیر کشتنشونم. یک گله رو من کشتم این بر. اوکی ادامه مسیر. بیا بیا بشین سرکانف گریس. همون جایی که باس فایت یک مشکل است. 2 برابر جون داره باس. فاول تارنیشت. دنبال سرچ الدن رینگ. به اینا گفتم کوهنه یارو. واه دیافر دام جلبک زده. دام 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 اومد. چجوری؟ فال دمیج برادر. بچه شده یارو باس فایته. باس فایت فال دمیج نخوری. اوه چه رنجی داره. مواظب باشین چند تایی ضربه میزد. نه مرسی لوین. بزنش. چیز میز پرت میکنه آیو. بابا چقدر طولش داد. بزن عوضی.
باور کنید از اون باسایی که کشتین راحت تره بخاطر اینکه توی مسیره. خب و من دارم حرفا پس بگیرم. وات؟ اوه رفت فیز دو دمش نخوری. آرنیش ببین دومش میشه زد. دوم داره مگه؟ بکنم چجوری جا خالی دادم اینو؟ یکی ولی جا خالی ندادم ولی میدم. نمیشه اینجا از اون اسپان کرد اسپیریت. آره یعنی اونقدر واسه سختی نیست چون نمیشه. واه لیا برادر. بله آخ نه بلو کن دارم میاد بابا چقدر کشت آقا تایم اوت یک لحظه من وقت استراحت بده. من دیگه ندارم اسپیس ندارم. چرا اینقدر استفاده کردی؟ خبری نیست. کشتیمش. او از اون خورد بلادلاست فرست ترای تالیسمن پاچ I shall remember. اوکی چی هستین نان تالیسمن اوه لیوین وایسا مگه نمورده چجوری میگم اینو به یاد خواهم سپرد. حالا روحه دیگه چه میدونم. لیوین جای تالیسمن اضافه شده دوتایی شد الان لیول بده. چقدر داری سو؟ من الان 8200 دارم. وایسا الان میتونم بالاخره. وایسا من میتونم 29. لیوین استرنت من 29. این چیه؟ فایر گریس؟ آره گریس از اون نیست که باش آتیش روشن میکنه؟ پشمام یه سوراخ چرا اینجا نروندم. چقدر بزرگ این منطقه. این دوید بیا. بازی رفت. بابا داشتم کاوش میکردم. وای لیوین پشمام کاوش کن ببینم کاوش چیه. بابا من رفتم اونور. به من هیچ رفتی نداره. برو کاوش کن. چقدر تو بچه نونوری بابا. وای بیا وای مادر تو. من ببین یعنی فرو مایه. رسیدی؟ رسیدم بخیر. من برم بشینم بیام. بعد اینو بکش. نه آقا اینجوری از اونا میشه داستان میشه. اوکی منم بردم. خب دوستان این بود از قسمت دوم الدن رینگ و چند تا باس ترکونیم. اصلا کولاک و قوقایی به پا شد و من نمیدونم از این فازا اینجا گرده. و خلاصه که آقا همینجوری با قدرت داریم میریم جلو و همین دیگه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید، لایک و کامنت و یا ابوالفضل ببین کمک کن دیگه. نیومدی نه؟ بله لایک و کامنت و ساب. قرارمون نبودا. خب احسن ببین و تا ویدیو بعدی خیرت یارو نگهدار.